به نظرتون یوتیوبرها رو باید چجوری تشخیص بدیم از بین آدمای معمولی؟ اگه بهتون بگن یوتیوبر رو پیدا کن، شما چه راهی برای پیدا کردنش دارید؟ سلام، من سید مهدی هستم و اینجا چنل ریاکت. بریم با هم یوتیوبر رو پیدا کن و ببین. مردم یوتیوبرها رو گمراه میکنن که یوتیوبرن، ولی فقط 2 نفرشون درست میگن. تیم رضا و سهیل باید و سوالایی که هر را میپرسن کسی که یوتیوبر نیست رو حذف کنن. در آخر اگه کسی که مونده یوتیوبر باشه بازی رو میبرن، ولی کدوم تیم یوتیوبر رو زودتر پیدا میکنه؟ بفرمایید داخل. خب همونجور که میبینید تیم اول آیه سهیل فرنگ هستن، سهیل سلباب، فلیم حسین و همکار عزیزشون. من نوکرتم، شما بپرس. نوکرتم، بپرس. من یه سوال دارم. شماره 20 که اومده از ایرانی نروژی شبیه وایکینگایی. واقعا راست میگه، شبیه وایکینگاست شماره 20. من خیلی حال کردم واسه کلا سوالای شخصی هر چی داشتم. من چاکرتم. واقعا چیز خوبی داره. همین اول کاری من به شماره 20 شک کردم. خب من به خدا سلام خدمت عمو سهیلای عزیز علیرضا. سلام سهیلم. سلام علیکم، آرمین عدادی هستم. بعدی یه سوال، شما سیبیلا خودش پایین دست موتوریه یا خودت دادی پایین؟ خودم دادم پایین. بده برام. حالا اصلا این داستانی یوتیوبر پیدا کردن سیبیل مگه نباید اینجور رو به بالا باشه؟ این داداشمون چرا رو به پایین بود؟ مسخره نه، من برام جذاب بود. اصلا این چرا پایین بود؟ یه ذره عجیب بود برام یکم این موضوع، بیشتر از همه چیز تو چشم خورد. خیلی سلام عرض می‌کنم خدمت تمام داورای عزیز و ویورای عزیز. من علیم و سنم 21. قربونت بشم. بده بعدی علی کلاته هستم. یه سال دارم تو یوتیوب فعالیت میکنم. یه بازیکن فوتبال بود کلاته، یادتونه؟ چی شد؟ برگشت گفت من یوتیوبرم. بعد مسابقه اصلا فکر نکنم بعد بگی. این خیلی مشکوک شد. آره بچه، گفتش من یه سال یوتیوبرم. البته فکر میکنم میتونن گول بزنن دیگه. خوشحالم کنارتون خوش اومدید. سلام به داورای محترم. آرتین هم 18 سال. آرتین 18 سال. سلام، وقت همتون بخیر. امیر عباس امیر عباس خالی. سلام خدمت داورای عشق. متینم. سلام خدمتتون. من کامران فقط بچه یه چیزی، اینا میتونن بگن ما یوتیوبریم، میتونن بگن ما یوتیوبر نیستیم. اون دیگه تشخیصش با حالا داورایی که تیم یک هستش. ویدیو برام تکرار میشه، بال میزنم براش. من خودم که اسمش کامرانه، نمیدونم چی بگم دیگه. کامران ان شاءالله یوتیوبر باشه. برگشت گفتش که اسمم کامرانه. بچه این کامران خدا رحمت کنه، پدر آقای حسین هستش. من نمیدونم یه چند تا ویدیو اسم کامران داره میاد همینجا واسه پدرم فلیم حسین قلب مشکی بذارید. اول از همه سلام میکنم خدمت همه عزیزای دل. بچه‌ها من میخوام بزنم توی موقعیتی. شما میشه اینکتون رو بردارید لطفاً؟ آقا میتونی قبول نکنی، راست میگه. چشما صحبت میتونی قبول نکن. از همین الان بچه‌ها من 100% 20 یوتیوبر میدونم. فکر کنم مخاطبتون سلام علیکم با به یه ویدیو خوش آمد بگم. چیه طرح ویدیوه؟ اومدی بهترین جیگرکی تهران. سلام عرض میکنم خدمت شما. اومدیم بهترین جیگرکی تهران. برو بعدی. داشت فکر می‌رفت. فیک بود میگن. چطورید بچه‌ها؟ راست میگه بچه‌ها، خیلی فیک بود. ببینیم چی داره. شک دارم، من خودم به 20 شک دارم. نصف صحبت می‌کنی. آقا ما خودمون وقت میتونیم بچینیم. سطح برنامه است آقا سوهیل. اومدیم امروز حالا یه کاری بکنیم دیگه. چه کاری؟ پیتزا بخوریم. مرسی. عالی بود. واقعا عالی بود. یو گایز، امروز اومدیم که فلافل مامان جون رو تست کنیم و ببینیم فلافل که مامان. برو بعدی. من 15 رو میخوام بپرسم. خب 16 رو برو، 16 سری برو. 15 هریکین برو. سری یه این تو سرعتی. برو. خواستم اینجا بهتون بگم که اگر ممکنه ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید و اون قلب پایین قرمزش کنید. سابسکرایب نمی‌کنی؟ چی گفتی؟ اینجا ببینم چی گفتی؟ سابسکرایب کن مرد حسابی، تو رو قرآن اذیتمون نکن دیگه ناموسن. اومدیم به این ویدیو. امروز یه ویدیو باحاله. خب من شماره 16 رو حذف میکنم.
فکر میکنم یوتیوبر نباشه. چنلم شورت میذارم، ویدیو شورت. سر همین زیاد نمیتونم آه شورت. حالا شما یه آها اینترو ویدیو شورت. شما یه اینترو برو ما می‌خوایم ببینیم الان. دوست عزیز تو کار شورتم خب اینو یه کوچولو دقیق‌تر میتونستی بگی، چون من افکارم رفت سمت زیرپوش و زیرپیرن و شورت و این چیزا. تو کار ویدیوهای شورتم ویدیوهای شورت میذارم تو یوتیوب. خیلی دقیق‌تر و واضح‌تر میتونستی بگی به نظرم. خیلی تعجب برانگیز بود تو کار شورتم، خیلی صریح و واضح گفتی به نظرم. واسه کلکشن شورت. آقا شورت چیه؟ معجون بخوری. الان معجون رو می‌خوای بخوری تعریف کنی برای بچه‌ها چه طعمی بود؟ اصلا خود چایی داری یک ساعت داداش نیست برنامه بشینن. دوستان اینم امضای کار سس آقا رحیم. سس آقا رحیم رو برمی گفتی به ما. سس آقا رحیم. سس آقا رحیم. معجون سست کجا بود؟ دیگه برو ویتامینو بخور بگه سس آقا رحیم. میگه سلام عرض می‌کنم خدمت اینم سس آقا رحیم. سس شکلات. من نخوام سس آقا رحیم رو بخورم چیه؟ اینکه تو کدوم ویتامین سس میزنن حالا رو هر کدوم از محصولاش خیلی برام سواله. سس آخه ویتامین ما چیا داریم؟ سس شکلات هست دیگه. سس کارامل هست، سس شکلات هست، سس وانیل. بفرمایید. چطوری عشقای دل به نظرتون امروز من پیش کی؟ خب بچه‌ها به این شماره 14 من شک کردم. فکر میکنم 14 و شماره 20 یوتیوبر باشه. ولی توی مسابقه باید حذف کنید. حالا انگار میگه یکی یکی یا دوتا حذف کنید تا اونی که بمونه اگه یوتیوبر بود تیمتون برنده است. مطمئنم. راهکارهای گرفتن ویو میلیونی. فکر کنم زدی. چرا گاز میگیری تو؟ ببین $1 $100 بهت $1 افتاده ناراحت. چجوری برام با $1 رو؟ الان مثلا آقا شکر آقا مخلصی سلام سهیل وقت بیا در این کس بگیریم سهیل. ببین الان $1 $10 $100 خب تموم شد. جون من یه نفر یه نفر هوایی که تو باید داشته باش. به من $100 افتاده به تو $1. الان مثلا با هم به مخاطبا بیا اینو توضیح بده ناراحتی رو بگو. تو هم رفتی یه رستوران اینتروشو برو دیگه میخوای به بچه‌ها معرفی کنی یه رستوران خفن غذا چینی معرفی. امروز قراره با عمو سهیل و فلیم بریم رستوران رو تست کنیم که ببینیم کدوم غذا خوشمزه تره. دمت گرم. خب آقا دم همتون گرم. فرصتتون به اسمم رسید. 2 نفر رو بچه‌ها باید حذف کنن. 2 نفر رو بدیم بیرون. به نظر من شماره 20 و شماره 14 رو حذف نکنن. و شماره 18 و 17. ما تصمیممون رو گرفتیم. بفرمایید. We made a decision last night. آخرین روزش دیشب. And we died for it. آهنگ درک تا الان به نظرتون کیا باید بره؟ 16 و 14. واو 14 رو نفرستی. لطفاً حذف. نفرستی 14 رو. 14 رو نفرستی. شماره 14 رو چرا انداختیم بیرون؟ چون ببین اینترو مهمترین جای یک ویدیو داخل یوتیوب. معلوم بود داره بازی هم نمیکنه. به نظر من 14 انتخاب درستی بود برای 14 رو نباید حذف کردن ایشون. خب طرف ممکنه فیک بازی کنه. یعنی اصلا همونجوری وایس مثل مجسمه بگو من یوتیوبر نیستم. خب معلومه این کارو میکنه که گول بخوری دیگه. چیزی که من فکر کنم یعنی اونایی که خیلی سر و ساکت ترن مشکوک ترن توی این ویدیو. این ویدیو برعکس دقیقاً. خب تیم دوم آینده یوتیوب شما آقای تو نمیدونم اون مدل راه رفتنشون یه ذره حس کردم یک یوتیوبر چون اصلا عین هادی داشت راه میرفت. حس کردم یه هادی دومی رو دارم میبینم. این 10 نفری که داخلن من از نحوه ایستادنشون میتونستم یوتیوبر رو تشخیص بدم. یوتیوبر باید اعتماد به نفسش زیاد باشه، نه باید دست پاچه بشه، نه باید از دوربین بترسه. من خاطر در نگاه اول تقریبا مشخص شده بود برام که یوتیوبر قصه ما کیه. بچه‌ها اینو راست میگه. یوتیوبر نه از دوربین باید بترسه. نه اعتماد به نفسش باید پایین باشه. این یکی از راه‌های تشخیصشه. علی جنگجو هستم. جنگجو تو چه نمیشه تو یوتیوب؟ JANGGO 2 تا جی داره. اینستا چیه؟ اینستا همینه، فقط یه دات وسط بین. چقدر ساب داری؟ بندی 2 کیلو 300. آقا سلامی دوباره سپر هستم. 18 سال اولی که هیچی. صدامو دارم ادا در میارم. محمد جواد اسمم. از کدوم شهری محمد جان؟ از اصفهان. برهان فیلانی هستم. آیدیم تو یوتیوب برهان اس اوکیه. چند تا ویدیو گذاشتی شما تو چند؟ 4 تا. چقدر ساب داری؟ 1300. بیشترین ویدیو چقدر ویو خورده؟ شورتس گذاشتی یا نذاشتی؟ نه. خب من یه سوال از چجوری با 1000 تا ساب گرفت؟ عزیز من یوتیوب خاک چرا حرف میزنی؟ بابا تو
درسته که میگم اونی که نمیدونه بیشتر همه حرفه. اصلا نمیدونم فرنود تو این مسابقه من نمیدونم چیکار میکنه، یه تنه سطح مسابقات آورده پایین. اصلا این آدم 3 ماه یوتیوب شروع کرده. من نمیخوام ریج نکنم، نمیذاره این مهدی پس با این کارش دهن من رو سرویس کرده. فرنود به نظرم حضورش در اینجا یک جوک و یک بی احترامی به بقیه داورها بود. فرنود نه توی زندگیش تا حالا ویدیو آپلود کرده، نه اصلا میدونه اسنپ چیه. یکی از دلایلی که یوتیوبر هم شده اینه که شنیده که یوتیوب دلار میده فقط. من یه سوال یک دارم. شما تصور کن یه ویدیو داری با یه یوتیوبر خیلی بزرگ، برای تامنیل شما چیکار می‌کنی؟ با ریزیده یک ویدیو گرفتم. شماره 5 بده دست شماره. سلام، علی حیدری هستم. چقدر ویدیو داری؟ بودن تو این گروه بچه تشخیص خیلی سخته خدایی. شما مانیتایز هم شدی؟ واچ تایم هم نه. چقدر واچ تایم کم داری؟ یه بوده 2 کی. برو بیرون دیگه بابا، تو چقدر حرف میزنی؟ ویدیو شورت باید چند دقیقه باشه؟ من زیر 30 ثانیه است. آفرین. علی جان ویدیو که آپلود میکنی چیو نزنی نمیری مرحله بعد. اوه چه سوالی پرس. این از سوالاست که جا خالی داره. کلا اونا رو که میزنن میره پرایوت میشه، نه کانفیرماشو میگم. اینا اونا نداره. یه چیزی ازت میپرسه یوتیوب، اگه اونو نزنی نمیذاره بری مرحله بعد. مثبت 18 و اینا رو میگی؟ یوتیوبر نیستی تو. داری اذیت میکنی ها. سلام، ماهانم، 16 سالمه. ویدیو گلیا پوچ میذارم. ویدیو گلیا پوچ منظورت چی از ویدیو گلگیری میذارم و آموزش دست. 150 تا دونه سابسکرایبر دارم. آقا شماره 7 شبیه میکس امیر ایزد و خانم شوره لرستانی بازیگر. دیس شده. آقا من ذهنم یه سری موقع یه چیزایی میاد توش که اصلا نمیدونم از کجا میاد. من همون موقع خانم شوره لرستانی رو دیدم و امیر ایزد رو دیگه به این نتیجه رسیدم که ایشون میکس این دو هنرمند خوب کشور. سلام، علیرضا مجیدی هستم. آیدیم سامکس وان وایتیه. سم اسنو یوتیوبره. یه سوال از شما دارم. شما چند تا ویدیو الان گذاشتید؟ من تا الان 19 تا ویدیو گذاشتم، 66 تا بقیه شورت بوده. راجب چند تا از ویدیوهاتو رو ببندید؟ 10 تای آخر. آفرین. به این آقا میخوره یوتیوبر باشه. وایسا بلند، صدا بلندتر. چی میتونیم اجماع کنیم این سه تا میتونی اینو بندازی بیرون. خب شماره 11. من یه بار عاشق دختره شده بودم، یه رقیب عشقی داشتم شبیه شما بود، شکستم خوردم ازش، چکم وایب منفی ازت گرفت. من یه تایم یه اشتباه کودکانه بود دیگه، بالاخره یکی دیدیم و این یه رقیب عشقی ما داشتیم، آقا شبیه شماره 8 بود. ما یاد اون دوران افتادم، دوران جاهلیتمون. ما میرفتیم این میومد اصلا داستانی بود دیگه. اینو من دیدم اصلا خاطراتم زنده شد، حالم بد شد. آیدی تو بگو. مستر امیر بلک. امیر بلک کی اسمشو میذاره؟ امیر مشکی. 40 ثانیه. آقا معرفی کن. سلام، امیر حسین شافعی ام. یوتیوبم 2 نفره است با برادرم. آیدیش وان هدا اند دمیکس. و چقدر ساب داری؟ 2100. خب بدین نفر بعدی. باریکلا. سلام، امیر حسین دانشور هستم. 3 ماهی است تو یوتیوب فعالیت میکنم. 16 سالمه. توی بخش کاراته فعالیت میکنم. آیدی امیر لی. آفرین. این خوبه، سرچ خورش خوبه. امیر لی ادعا کرد که شک کردم بهش کاراته و اسمش هم از بروسلی من به شخصه به شک کردم که اونجا من شک امیر کردم چون بروسلی از کاراته کار نمیکرد، بروسلی کنگ فو کار میکرد. اسم توی فیلم وانس اپان تایم این هالیوود از براد پیت کتک خورد. آقا ما الان انتخاب باید کنیم کی هست. شما راست میگه بین خودتون به امیر لی یوتیوبر نیست. دو میدونی مشکل چیه؟ خیلی راست تلاش میگه. می‌کرد. کی بود گلگیری میکرد؟ 6 بود. تو هم خیلی داری با دستت بازی میکنی، من زیاد خوشم نمیاد. با 6 به نظر من شماره 8 یوتیوبر نیست. بچه‌ها دیگه وقتش رایتون رو بگید. 2 نفر رو باید حذف کنن. من خودم اون امیلی آخر رو حذف میکنم. 8 و 4. 8 یکی از گزینه هامونه. به نظر شماره 8 3 باید. نه آقا 3 رو نگه دار. رضا جان 3 بره منم میرم. شما بگو. 3 اگه بره منم میرم. پس با این ترتیب شماره 3 و 8 رو شما تو راند اول حذف. 3 و 8 رو حذف کردم. بچه‌ها سال آینده بیاین دوباره. اوکیه. میریم سراغ راند دوم. اوکی. چون چند درصد ریسک هم توش هست دیگه، 50% ریسک هم داره. یه بغضی توش باشه اما عکسش باشه یعنی عکس دیگه شما تامنیل. try not to cry. آقا سعی کن گریه نکنی، اونم از کسی که عینک داره. سویل اصلا آقا تو چی میگی؟ من میخوام ببازم آقا، من فقط اومد مهمترین چیز تو گریه چشماست. میشه لطفا اونو در من ببین. این خطای پیشونی بعد خب برو شما برو. الان داری سعی می‌کنی گریه نکنی؟ چرا فرق نمی‌کنی؟ سعی کن گریه نکنی. پود کرده بعد بهش گفت که سعی کن گریه نکنی بگی، بعد وقتی ما گریه نکنی نمیشه گریه نکنی، وقتی یکی میبینه گریه میکنی دیگه. گریه کرد، گریه نکرد،
آقا از شماره 18 من میخوام الان شما یه عکس تامنیل میخوای بگیری اونترین نودل دنیا رو خوردی. الان عکس تامنیلش رو برامون نشون بده. اوه یه چیزی دیدی. برو یه دونه دیگه. توی جنگل گم شدی، ویدیو راجع به همینه. ریاکشن چیه تو عکس تامنیل؟ این فکر کن چرا قوه است. عالیه. 100 یوتیوبری 13 گرفتن. شماره 11 لوح سطحی تو گرفتی. داداش این یه چیزی پرسیدی اصلا تا دستت نگه نمیتونی بری اینو. بیا اینو میخوای اینو بگیری؟ این لوح سطحی برای شما. میدونی چرا شما نمیشه؟ الان خوشحال این لوح سطحی گرفتی. رو به اون دوربین خوشحالی. باریکلا. این تایمنل. این تایمنل بود. باریکلا. خودت گرفتی. بعد انتخاب کن. من یه صحبتی می‌کنم بچه‌ها، به خودمون قصد مسخره کردن نداره. بچه‌ها میخوایم با بچه‌ها شوخی لوح سطحی بهش بدن، یه عکس تایمنل بگیره. میشه لطفاً 15 و 18 به خاطر من؟ اگه من یوتیوبر بودم میخواستم تو این جمع معلوم نشه، من نمیومدم بگم مثلا یوتیوبرم شماره 18 فلان. آقا شماره 15 احتمالاً واسه برد این کارو کرده. هر کیو میندازید بیرون فقط اون عینکیه رو بیرون نندازید. 18 من به نظرم آقا شما بفرمایید. باریکلا. واقعا دمت گرم. آقا بین 11 12 15 کیو هست. یه لحظه چند تا یوتیوبر داخل من 15 و 17 و 18 رو باشم حذف کنم. ولی یه پسر کوچیک‌تر بود، من رو اون شک داشتم. اونو اول کار حذفش کردن. نمیدونم حالا من رو اون شک داشتم. بنده اگر بودم شماره 15 همیشه میآورم تو ویدیو. آقا اینا دارن از زیر بار این جواب سوال راحت ما در میرن. بعد دیگه بریم تو سراغ سوال تخصصی. خوراک خودمه در میارم و بینتون یوتیوبر میکشم بیرون. فکر نکنید اینجا از زیر دست من راحت در میرید. آقا راند دوم هر چقدر چی داریم جلوتر میریم طبیعتاً سوالای داورا هم داره سخت‌تر میشه. توی این راندم شما باید 2 نفر رو حذف کنید. از همین الان راند دومتون. عدد CPM بالاتر یا RPM؟ عدد CPM. فکر ببین این فکر منو میلرزونه یکم. حالا بریم سراغ اکت. شما یوتیوبر ریاکشن کاری، جلوت مثلا یه دونه میمونه که داره راه میره و میمونه میخوره زمین، چه ریاکشنی به این نشون میدی؟ حاجی نگاه کن میمونه رو، از منم خرتر این چی آخه مرد مومن آقا درست آورده دیگه. ای بابا شماره یک حس کردم که داره ادا یوتیوبر رو در میاره، ولی تا چی سوال میپرسیدم ازش خوب جواب میداد دیگه. یه ذره همینجوری میرفتم جلوتر شکم روی کمتر میشد، چون جواب داد. راست میگه، خوب جواب میده. ولی یه ذره بین این که یوتیوبر یا ادا داره در میاره مونده بودم دیگه. آقا من میشم در مورد شماره 2 بگم. شماره 2 با اینکه یه ذره صحبت کرد ولی اون هیومر یه یوتیوبر شدن رو داره. اگرم یوتیوبر نباشه میتونه یوتیوبر موفق مانیتایز شدی؟ من والا تو راستاشم. من از جوک شنیدم، استندآپ کردی برام. بله. ولی رمز اصلی موفقیت یوتیوب در حال حاضر فقط یه چیزه، اونم غیر دادن. یه غیر برامون بده ببینیم. نه رقص سهیل برو یه دونه. خب نه بله نظر ما همه دیدن دیگه. رقص خیلی مسئله مهمیه در یوتیوب. همونطور که آب برای هر انسان نیازه برای زنده موندن، برای ویو بیشتر حتما برقصید، حتما غیر بدید و حتما یاد بگیرید در جوانی این چیزا رو. شما داشبورد رو تعریف کن. آیا از طریق اپ یوتیوب شما میتونی بین ویدیوت اد بذاری یا تبلیغ بذاری؟ هم یوتیوب میشه هم یوتیوب استودیو. تو یوتیوبر نیستی؟ بچه‌ها 2 دقیقه وقت داریم. شماره 9 یه بار دیگه اسم چنل تو بگو. وان هدا اند دمیکس. با داداشت داری کار می‌کنی دیگه. تو خیلی داداشت میاد کل پولاتو برمی‌داره میبره. تو الان آیا قرارداد چیزی بسته با داداشت که بگی 50 50؟ آخه میشناسمش این کارو نمی‌کنه. شما با آقای علیزودیاک می قرارداد بستی استودیو رو. آقای علیزودیاک که اینجا نشسته 2 تومن باید به حساب بده. 1 و 500 باید به من بده، 3 تومن به رضا. خواهش می‌کنم ازت 1 و 500 رو بزن. من شرایطم واقعا خیلی بده. آقا رضا 3 تومن، من 1 و 500، سمستو 2 تومن. آقا من نمیدونم تو این یوتیوب فارسی ما به هر کی بدهکار میشیم سری پولشو 2 روزه میزنیم. علیزودیاک 7 ماه به من بدهکار، من اسم هادی بعد در رفته. هادی باز حداقل یه تلاشی واسه دادن پول میکردیم، پولم نمیده به من. یه سوال از شما دارم، شما مانیتایز شدی دیگه؟ بله. شما الان یه ویدیو گذاشتی، یه ویدیو الکی کپی رایت خورد. بله. با چیکارش کنی؟ باید ویدیو رو ادیت بزنی، اون تیکه کپی رایت خورده رو عوض کنی. شماره 10 تو کاراته درس میدادی درسته؟ تو کاراته مثلا 4 تا رفیقاتو دعوت میکنی که توی ویدیوت باشن. آیا ناهار دادن به دوست
استاد الزامیه ای. آخ این سوال ببین چنل خودم بستگی داره دیگه. مثلا اگه سهیل سلبا باشه نهار میدی؟ بگو نه 100%. بیا تمام تمومه. یه صحبتی با هم بکنید. 2 نفر اینجا باید هست. آقا من میگم شماره 2 یوتیوب من باشم شماره 1 رو حذف میکنم. یه دقیقه صبر کن. 2 تحت حمایت من. 1 فکر میکنم داره. خودمو تو کی میبینم؟ شماره 2 واقعا به نظر من یوتیوبره. من نمیدونم چرا علی و رضا و فرنودین همه دارن اصرار میکنن که آقا این شماره 2 رو باید بدیم بیرون. من نمیگم آقا بمونه. آقا شماره 4 رو نگاه کن اصلا حرف نمیزنه. شماره 6 هم که شما یه ذره صحبت. نه اتفاقا 6 خیلی باسواده. بچا عدد بدید. 2 4 با شماره 2 و شماره 4 خدافظی. چه دست به افتخار این دو شاکرم. آقا 7 و 4 نرو 2 و 4 بعد ویدیو با هم صحبت. نمیدونم شماره 2 چرا حذف شد، ولی حس میکنم لابیگری داوره باعث شد شماره 2 حذف شه. یعنی من دلم واقعا به حذف شماره 2 نبود. من هیچ وقت اشتباه نمی‌کنم. دلیلی که شماره 2 رو حذف کردم اینه که غرور دیدم توی صحبتاش. گفتم اگر امروز این غرور از روی صورت اینشون پاک شه، در آینده آدم موفق تری میشه. چون هر چقدر یک درخت پربارتر بشه، آدم باید افتاده تر باشه. به همین خاطر من برای صلاح دید آینده شماره 2 تصمیم گرفتم که این تصمیم حیاتی رو اجرا کنم. راند 3 رو داورا میخوام با چی شروع کنن؟ با سوالای چالشی. الان 6 تخصصی. آقا یه ایده ویدیو خودتون همین الان سریع تو ذهنتون بپردازید و اینترو راجبش بگید قشنگ کامل دیگه. این خارج از ویدیو ما دنبال ایده این واقعا چند ایده کم آوردید. عرض به خدمت شما که سلام علیکم. اومدیم توی کویر مرنجاب مسابقه آفرود داریم بین یوتیوبرای عزیز. حالا میخوایم ببینیم که آخرش کی برنده میشه، کی میبازه. جایزه 100 میلیون از طرف مهدی. با من غلط بکنم. یه سوال بچه‌ها ما رو میتونن گول بزنن؟ 90 شما دیگه باید صادق باشید دیگه. راند دوم حاجی بهش میخوره یوتیوبرم 100% پیدا یوتیوبر کردن یوتیوبر. بعد از اونجایی هم که متوجه شدیم که میتونن یوتیوبرها حتی 100% بلوف بزنن یا یوتیوبر. دروغ بگن یه چیزیو. به نظرم خیلی سخت شده بود پیدا کردنشون. راند سختی رو در پیش داریم. قسمت سختش اینه که میگه میتونه گول بزنه آدمو. یعنی طرف یوتیوبر باشه میگه نیستم، بعد بگیم اکت تامنیل بگی اینجوری همینجوری وایسه. کجا میخوام بفهمم؟ علامه در نیستم که، علم غیب ندارم که. بعد از رو لحنشون میفهمم. آقا دارم سوال میپرسم. ولی واقعا هم حاجی راست میگه سخته. سوال نمیپرسم. واقعا علم و غیب میخواد. طرف میتونه صاف وایسه. پادکست ضبط می‌کنی سر همون یه سری کارا رو من انجام میدم، چون کار بزرگتر از چیزی که مثلا بخوام خیلی خودم درگیرش بشم. چرا بالا رو نگاه می‌کنی؟ رو شما رو نگاه. ببین تو علم روانشناسی میگن وقتی طرف تو چشت نگاه نمیکنه و میخواد صحبت کنه داره یا فکر میکنه یا داره دروغ میگه. اون فکر کردن هم مشکوکیه ذره. من برای همین احساس میکنم ولی بچه‌ها مثل خود من کلمه در دیوار نگاه میکنم. نظرم فرق زدم تو روش دیگه. کسی که توی چشم طرف نگاه نمیکنه یک مقداری از روی اون شرم و حیا هم میتونه باشه، فقط برای دروغ گفتن نیست. من اینو تجربه کردم و دیدم. الان میز چپ میشه هاچی. این میز الان چی زیر این پارچه قرمزه؟ ای بابا RPM ویدیو چنده؟ 2.6 چی میذاری ویدیو من گیمینگ میذارم. زیر این پارچه قرمز چیه این میفته یو؟ CPM چنده 2.6 RPM؟ CPM 5.7 است. داشین یوتیوبر. آخه ایشون میگه این میتونه گولتون بزنه. داشتی که انقدر بتونه گول بزنه یوتیوبش شروع نکنه. خیلی دقیق گفتن. خیلی دقیق بود. اگه یوتیوبر نباشم منم یوتیوبر نیستم. چون حاجی اطلاعاتش خیلی خوبه. بالایی داشت. بچه اون سوالایی که ما پرسیدیم مثلا CPM یه درصدی داره. این خیلی میدونه. اطلاعاتش خیلی خوبه. به احتمال زیاد به نظر من یوتیوبره. یعنی اگه خیلی راست میگه. اینو قبول دارم. دیگه واقعا همه رو جواب داد. دقیقی ندارم. من میتونم این سوال از خود فیلم بپرسم؟ نه. صفحه اول و صفحه دوم یوتیوب استودیو چیه؟ صفحه‌ای مگه؟ البته بچه‌ها میتونه یوتیوبر هم نباشه، یکی از دوستاش یوتیوبر باشه اینا رو بدونه. اینم خط هست. سفید خیلی ریزم وسطشه با یه مثلث خودی. داداش یوتیوب استودیو
دایره است، یعنی واقعا یوتیوبر باشی بعد ندونی یوتیوب استودیو لوگوش چه شکلیه. ما رو سیاه نکن عزیزم. یک سوال، رنکینگ ویدیو یوتیوب استودیو رنکینگ الان به تایم داشت یا تو واسه من اصلاح کنی؟ مهدی پس بابا ول کن ما رو دیگه. تو چرا گیر دادی به من؟ چون رفیق تو هم مدت سرویس هر بار من سوال میپرسم مثلا نمیذاری میپری مثلا تو جان من پول گرفتی از اینا. مهدی پس بابا بگو بابا من خودی ام بابا. رنکینگ ویدیو از 1 تا چنده؟ 1 تا 7. الان تقریبا فکر کنم مشخص شده برای دوستان عزیز. 12 عزیز لطفاً قربونت بشم من فدات شم الهی ممنونم. عاشقتم. بعدی حاجی از 100 کیلومتری تابلو بود یوتیوبر نیست. شما 12 دیگه دست زدن نداره دیگه، سوال پرسیدن نداره نیست اصلا. اون بچه سر 12 هست شد یوتیوبر نیست داداش. حالا سوالم با شد انتخاب درستی بود. دمتون گرم. راحت بدونم یوتیوبر نیست. بریم بقیه رو باید یه چکی بکنیم. شما رو ایدن لطف کنید ممنونم. قربون شکل ماهت بشم. باریکلا موفق باشید. شماره 5 خوبی؟ چه خبر؟ خوش گذشته تو الان به عالی بوده. شماره 5 یه سوال دارم ازت. میخوای 24 ساعت مثلا توی ماشین رو بگیری، دکمه رکورد الان دکمه رکورد زده، چی میگی؟ رفقا چطورید؟ امروز داخل این ویدیو قراره 24 ساعت داخل این ماشین دووم بیاریم با چالشایی که برامون خیلی از بچه‌ها آماده کردن. با ما همراه باشید ادامه ویدیو رو ببینیم با چالش‌های سخت. ارتباط با دوربینش خوب خوب بود. خوب گفت. قدرت کلمات خیلی بهتره. خیلی خوب گفت. بهتر از همه یوتیوبرها واقعا. دمش گرم. چند تا یوتیوبر خیلی شلوغ اونجا استعدادشو داره. میکنن که مغزت داره ناراحت میشه. برای کنترل این یوتیوبرها چی کار میکنی؟ میگم اگه میشه لطفا داد میزنم. اگه نشد چی؟ یوتیوب اینجوری نیست. دلیده باشی. آخرین باری که ویدیو گرفتی که 2 روز پیش. چند دقیقه شد خام ویدیو؟ 6 دقیقه شد. 6 دقیقه کلا ویدیو گرفت. عزیزم بذار من نمیدونم واقعا میتونه یه آدم 6 دقیقه ویدیو تو زندگی ضبط کنه. در ادامه که بهم توضیح داد واقعا متوجه شدم که چون ویدیوش کوتاه خامش شده 6 دقیقه و نمیدونم ادیت شده چند دقیقه میشه. بچه شورت ویدیو خامش حدوداً 4 دقیقه 5 دقیقه میشه دیگه. یه ادیت میخوره میشه 30 ثانیه. خب پیش اومده خیلی فکر میکنم اگه ببینم داره خیلی اذیتم میکنه کلا هایدش. عصبی نمیشه. شماره 10 یه سوال دارم ازت. اوترو ویدیو چی میگی؟ آفرین. اون چیزه این بدل امضای خودشه. مثلا اوترو آریا کوکسر چیه؟ یوگایز بود دیگه نه؟ تو برعکس ویدیو رو دیدی. یوگایز بود دیگه نه. اینم مشکوک موزیه. اینم موزی. اوه باریکلا. این شماره 1 مشکوک شد برام. 1 رو حذف نکنید فقط. 7 و 9 بدیم بیرون. 9 شما نگهدار. 10 و 9 اصلا نمیذارم. آقا 5 1 رو میشه بدید. 1 رو نگهدار. 5 آقا 6 و 7 ما باشون خدافظی میکنیم. توی 6 و 7 انتخاب با شماره 6 و 7 خدافظی میکنیم. خوبیه. داداش انتخاب خوبی بود. دوستان ما 13 سال دیگه میبینم. میرسی به راند آخر. از هر کدوم از اینا الان شما دستتون بازه. هر سوالی که میتونید باید بپرسین تو 10 دقیقه. چون 2 نفری که باقی میمونن انتخابشون. کامیتی پست میگی چیه؟ نمیدونم چند نفر. 4 نفر موندن بچه‌ها. یعنی از تو ایناست یوتیوبر دوتاش. تنها شروع کرده باشین که من بخوام برم بشینم 100 دقیقه در بیاره. اصلا از شروعش ما که نشستیم تقسیم بندی کردیم. یوتیوب استودیو در واقع یکی اومد به من گفتش آقا میخوام همچین کاری بکنم. بعد من یه ایده و پرورشش دارم هنوز اونو عملیش نکردم. خب اطلاعاتی که داری میگی دوست عزیز به عنوان تیمم اگه کار میکنی داری میگی من ایده پردازم یا من میشینم جلو دوربین یا هر چیزی هستش باید این چیزا رو دقیق‌تر میدونستی. به نظر من این که داری تیمتو میکشونی تو مسابقه ولی تو به نمایندگی اونا اومدی به نظرم خیلی نمیتونه منطقی باشه. یه حمایتی داریم از سمت ویورا که جدا از مانیتایزه. اون حمایت چیه؟ چجوری میتونن ویدیو حمایت کنن؟ حمایت جوین میزنن. حمایت مالی چجوری میکنن؟ دونیشن خود یوتیوب دیگه. عکس یه قلب. اونی که الان بعد مانیتایز شده رو بپرسیم که درآمد یوتیوب هر ماه چندم به چندم واریز میشه. 28م یا 27م. دقیقش آخه نمیدونیم. اونی که خود یوتیوب وارد میکنه. اونو نمیدونم. امسن ایرانی هست دیگه. آقا شرایط مانیتایز برای چنل شورت و لاین جداگونه به من بگو که چیه؟ لاین که 4000 ساعت واچ تایم، 1000 تا صبح همه میدونیم. همه میدونن. 1000 تا صبح. نه بعدیش 4000 ساعت واچ تایم. بعدیش نه اینو می‌خواستم بگم که 3 ماه هم خود یوتیوب به عنوان هدیه ساجستشن قرار میدهش چنل شما رو. نه الان
الان یه دونه از قابلیتایی که برای مانیتور شدن نگفتی جدیدن اضافه شده. واقعا نمیدونم. اسم چنلتون رو میتونم بدونم؟ ریزلی. دسترسی‌های کانالو میگی؟ ادمین، ادیتور. من دو تا رو به خدا آدم باید حفظ کنه. کپی رایت استراک یکی بهت بزنه. الان اطلاعات خودت هم بده. اگه موزیک باشه میتونی موزیک رو میوتش کنی، اتوماتیک با AI میوتش میکنه، موزیک ریپلیس بکنی یا ریویو بفرستی که چک بکنن اون اپیدمیک ساند هر چی هستش، اونو چک بکنن که حالا اگه موزیک نباشه خیلی میدونه 13 نخوردم نمیدونم واقعا سر موزیک من فقط من اگه این وسط یک یوتیوبر رو بشناسم چیکار کنم حالا؟ سکوت کن. 13 خیلی میدونه، جواب میده، خیلی ریلکسه و یوتیوبر هم نیست. این قطعا یوتیوب رو میشناسه. این یوتیوب رو قطعا میشناسه. من اینو مطمئنم. این قوانین یوتیوب رو بلده یا فیلم بردار یوتیوبره یا ادیتور یوتیوبره یا دوستش کسیش اطلاعاتش خوبه و کسی این اطلاعاتو داشته باشه واسه اینکه خودشو مخفی کنه که یوتیوبر نیست اینا رو نمیگه، لو نمیده. من به این مشکوک شدم که اینو حذفش کنم. شماره 20 و 13 تا تهم همینو میرم بچه‌ها رو متقاعد میکنم یکیشون که 100 چون میدونه به نظر من باید حذف بشه. یوتیوبر دارم 20 و 13 اگه غیر این باشه خیلی مسابقه جذاب میشه. راست میگه، خیلی بالاست و بزرگترین اشتباه نگه داشتنشه به نظر من. یوتیوب بود هرچی میگفتیم میدونست، اما بیشتر میدونست. من خودم تدریس یوتیوب اگه یوتیوبر باشه قطعا مخفی میکنه. شماره 13 به نظرم اطلاعاتش خیلی بالاه. یعنی اگه به عنوان یه یوتیوبر بخوایم حسابش بکنیم که به نظر من هست، اطلاعاتش حتی از من از هر 4 تا داوری که اونجا نشستیم خیلی بالاتر بود. واقعا عجیب میدونست راجع به یوتیوب. شماره 20 تا از اول من دیدم سوئیل یه زومی روش کرده بود. 11 و 19 میشناختش ولی دمش گرم چون گوشه کاغذش نوشته بود. به منم گفتش که شماره 20 یوتیوبر. باریکالله. تمام دیگه 13 و 20 میگین یوتیوبرم. شماره 11 و 19 جمع ما رو ترک می‌کنه. باریکالله. مانیتایز نشدن یوتیوبرم ولی مانیتایز نشدن. آقا یه کارت زرد داشتید. داداش نمیتونی مارکش هم نکنده. چی رو میخوای نشون بدی؟ برو بیرون آقا. پسوند اسم یه لحظه اینو چرا نکندی؟ این بنده خدا اومد پشتش نوشته بود سلبای اسم و میمود نوشته بود نوک سینه. نمیدونم چرا باید اونجا بنویسی. یعنی میتی ممشه شب محتویات خوابان بودیم بنده خدا، ولی خیلی بامزه بود. یه چیزی هم بگم تو حمایت ریزلی که هم قدیم، الان منم میشم ریز حسین. اون ریزلیه منم میشم ریز حسین. اصلا ریز نبودی علی جان، خیلی هم خوب بودی، معمولی بودی مثل من. اصلا ریز نیستی، خیلی هم معمولی. معمولی علی. حاجی دم ریزلی گرم، چه بچه گلی بود. اسم من نوشته پشتش. بغض میکنم میبینم اینا رو. میتونم برم؟ میرسیم به آخرین راند. شما از بین این 4 تا از بچه‌هایی که اینجا وایسادن 2 نفر رو توی این راند تصمیم کنید و توی این راند آزادین هر سوال تخصصی که خواستین ازشون بپرسین. 2 نفری که باقی میمونن انتخاب شماست که اون 2 نفر یوتیوبر. راند آخر اگه هیچ کدومش یوتیوبر نباشن که خیلی بده. گند زدیم دیگه. یعنی هیئت داوری واقعا بده. یکی که اصلا داور نبود. واقعا بده اگه یوتیوبر توشون نباشه. سکانو گرفته بود و واقعا بده. من یه سوال از شماره 9 دارم. شماره 9 شما الان فرض کن در ماه مارس کار کردی. ماه مارس آخر ماه مارس مثلا $100 پول درآوردی. این $100 رو کی میگیری از یوتیوب؟ همون 7 الی 14 روز. تو هفتگی تصفیه میکنه درسته؟ یعنی مثلا ماه تموم شد رونیو ماهو 2 روز دیگه بهت میده. مثلا یه هفته بعد بده. خب من یه سوال از شما دارم. تو چقدر حرف فریوز یعنی چی؟ فریوز یعنی مثلا یه آهنگی هستش که یه نفر کپی رایت میزنه روش، شما میتونی از یه ذرهش استفاده کنی. شماره 5 شما فکر کن که الان چنلت بسته شد. چه کاری باید انجام بدی که چنلت برگرده؟ زمانی که مانیتایز شده باشم قاعدتا با اون شرکتی که این کارو انجام دادم صحبت میکنم که اونا این مسیر رو پی ببرن. مثلا اگه خودم شرکت شما 9 تامنیل خودت میزنی؟ بله. یعنی خود شخص شما تو کجا درست با کدوم برنامه؟ با ادوبی پریمیر از دوستم کمک میگیرم. تو ادوبی پریمیر یه سوال دارم ازت. خروجی که از تامنیلت میگیری چیه؟ PNG. خروجی اخلاقی منظورشه بزنید. بابا جوابش اشتباهه بود. به نظرم پیدا کردی. 2 نفر یا یه نفر رو میتونین پیدا کنید. یه نفر آقا یک دیگه. داش 2 نفر رو باید بدیم بیرون. آقا 10 و 9 بدین. نه نیستم.
من میتونم شماره 1 و 5 یوتیوبرن دیگه، تصمیم شما هم همینه دوستان. با 9 و 10 هم با رضا کنیم، پس 5 و 1 میمون. شماره 1 یوتیوبره، حالا 5 نمیدونم ولی 1 یوتیوبره به نظر. خیلی اتفاق عجیبی افتاد تو این ویدیو. قسمت شما خیلی عجیب بود، بجز یکی که خیلی مطمئن بودین، یکی از یوتیوبرها رو خیلی بد حذف کرد. یکی از یوتیوبرها رو شما توی راند اول حذف کرد. وای روز موعود رسید، روز موعود رسید. به خدا دو تا یوتیوبر برگرد. راند اول حاجی علی فری آقا علی وای شماره 14 که گفتم حذفش نکن. تو برای چی یوتیوبری؟ یعنی واقعا پشمای من ریخته. 14 که برای چی یوتیوبری؟ 14 که گفتم حذفش نکن. تصور می‌کردم واقعا ناامید. بعد تو واقعا هم اولش حاجی خیلی یه جوری چرا پشماتون میریزه آقا؟ یوتیوبر وقتی کسی یوتیوبره همجوری صاف وای میسته، کسی نفهمه یوتیوبره. از همون اول گفتم آقا الان 13 واقعا یوتیوبر نبود. شما متاسفانه فقط یه یوتیوبر رو پیدا کردید. حاجی واقعا توی این ویدیو یه چیزی فهمیدم که استعداد من به شخصه توی پیدا کردن یوتیوبر خوبه، حداقل یه استعدادی دارم. تو بگو تو شغل چیه؟ ادیتورم. داداش اپیدمیک میدونه تو نباید شک کنی. ادیتورا دیگه خیلی دارن میفهمن یوتیوب. بعد زیرش هم 14 و 20 نوشته بودم ولی شما حرف منو گوش نکردید. منم چی شد حذف کردین؟ چرا دارم به اون لحظه که موتور حذف کردین فکر می‌کنم. اصلا یادم نمیاد. 3 ساب داره بنده خدا. چقدر؟ 3 تا. داداش یه عکس تامنل بگی. عکس تامنل من نمیذارم چون از فوتباله خود نه چون از فوتباله خود بازیکن فوتبال میذارم. تو تامنل باختیم بهش. اصلا تامنیل راند دوم بود. این راند اول نه من میدونستم راند دوم دیدم راند اول معرفی بود، اینترو بود آجی. جمع سوینا رو ترک خب میرسیم به نتیجه رای هایی که شما دادید. متاسفانه شما یک یوتیوبر رو در راند دوم حذف کردید و فقط یکی از یوتیوبرها رو که نگه داشتین درسته. یوتیوبرها برگردن. آفرین. گفتم 5 شماره 2 رو حسام درست گفته بود. آقا من گفتم این شماره 2 یوتیوبره. من نمیدونم این فرنود دوزاری رو من بگیرم با لگد از این استادیوم من میندازم بیرون، اصلا این نمیره شهرشون. هر شب استادیو این آدم گند زده به استادیو. ما یه یوتیوبر خوب و شماره 2 رو حذف کردیم. من از خود سمستون و دوستان تو خونه که دارن برنامه رو میبینن عذرخواهی میکنم و امیدوارم که بچه‌ها اشتباه ما رو ببخشید. و اما اتفاقی که اینجا افتاد، گروه روبروتون یک اشتباهی کرد که توی راند یکی از یوتیوبرها رو حذف کرد. یه دونه یوتیوبر رو پیدا کرد. بنابراین چون شما یکی از یوتیوبرها رو بیشتر توی بازی نگه داشتین، برنده این ویدیو. آقا عشق. به ما میرسه. خب اینم از پایان ویدیو. برنده مسابقه تیم 2 تیم آبی رنگ. جایزه هم که آخرش تو جایزه که نداشت ولی خب خوب بود، تشخیصشون بد نبود. همشون یه دونه یوتیوبر رو نگه داشتن تا آخر. تیم قرمز یه دونه یوتیوبر همون اول حذف کرد خیلی راحت و تیم آبی هم که راند دوم حذف کرد، باز دیرتر حذف کرد. باز دمشون گرم ناموسن، باز دمشون گرم. حضرت عباسی دمتون گرم ناموسن. حضرت عباسی حمایت کن داداشون. یه لحظه من نگاه کن، منو حمایت میکنی داداش؟ آره یه دونه سابسکرایب میخوای بزنی، یه دونه قلبه چیه بزن بره دیگه تو هم بابا.